سلام خدمت مخاطبین عزیز مبین سرمایه. همه روزه شاهد تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف توی سطح جهانی هستیم. قیمت کامودیتی ها مثل فولاد، مس، روی یا دارایی‌هایی مثل رمز ارز مثل بیت کوین، اتریوم، قیمت فلزات گرانبها مثل طلا، نقره یا حتی مثلا دارایی‌هایی مثل اوراق قرضه دولتی و شرکتی توی سطح جهان همه روزه شاهد تغییرات قیمتی خیلی شدیدی هستش. خب به نظرتون دلیل این نوسان قیمتی چی میتونه باشه؟ آیا این دارایی‌ها نوساناتشون خود به خود و به صورت تصادفی هستش یا نه عوامل و دلایل متعددی باعث این تغییرات میشه؟ میشه گفتش که مهمترین دلیل نوسان قیمت دارایی‌های مختلف توی سطح جهانی تغییر شرایط اقتصاد کشورهای جهان و در کل تغییر شرایط اقتصاد جهانیه که خب این تغییر هم اغلب توی گزارشات و داده‌های مختلف ما میتونیم این گزارشات و داده‌های مختلف رو مشاهده کنیم. ما توی این ویدیو میخوایم این گزارشات و داده ها رو بررسی کنیم. در ابتدا باید ببینیم که اول چه گزارشات و داده هایی روی شرایط اقتصاد جهانی تأثیر داره و سپس تغییرات اونها رو تحلیل و بررسی کنیم تا بتونیم این تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف رو اولا توجیه و ثانیاً بتونیم تحلیل کنیم. توی این اسلاید شما تولید ناخالص داخلی 20 اقتصاد برتر توی جهان رو دارید مشاهده می‌کنید. همونجور که مشاهده میشه جمع ارزش تولید ناخالص داخلی این 20 اقتصاد برتر در حدود 83 تریلیون دلار یا 83 هزار میلیارد دلار هستش. توی سال 2025 پیش بینی شده که اقتصاد کل جهان به تولید ناخالص داخلی حدوداً 120 تریلیون دلاری برسه. بنابراین میشه گفتش که کشورهای موجود توی این جدول در حدود 70% از اقتصاد کل جهانی رو تشکیل میدن. ایالات متحده آمریکا با 26 تریلیون دلار، چین با 19 تریلیون دلار و ژاپن با 5 تریلیون دلار مهمترین کشورهای جهان توی اقتصاد جهانی هستند و بیشترین تأثیر و اهمیت رو دارن. نکته‌ای که هستش اینه که ارز استفاده شده توی کشورهای برتر اقتصادی جهان چه ارزی هست و از چه ارزی استفاده میکنن. توی این نمودار ارز استفاده شده 20 اقتصاد برتر جهان رو ما آوردیم. همونطور که مشاهده میشه دلار آمریکا رتبه 1 رو داره با حدود بالای 30% از سهم این 20 اقتصاد برتر جهان رتبه اول رو داره. ارز چین که یوان هستش با سهم حدوداً 23% رتبه دوم و یورو با سهم حدود 15% رتبه سوم رو داره. بنابراین میشه گفت به ترتیب ارز دلار چین و یورو، ارز دلار یوان و یورو مهمترین ارزهای استفاده شده توی جهان هستن. بنابراین میشه گفتش که ما تو ابتدای جلسه گفتیم که اولا باید گزارشات و داده های تأثیرگذار بر شرایط اقتصاد جهانی رو بشناسیم. پس وقتی سه ارز اول توی نمودار این ارزها هستند باید ببینیم چه گزارشات و داده هایی روی این ارزها به خصوص ارز دلار آمریکا تاثیر بالایی دارن و ما میتونیم بعد از اون به تحلیل شرایط اقتصادی بپردازیم. خب من یه سری نکات مربوط به ارزهای مختلف خدمت شما ارائه کنم. اولین نکته این که دلار آمریکا و یورو نقش غالب در تجارت و ذخایر ارزی جهان رو دارن. نکته بعد این که همونطور که توی اسلاید قبلی هم مشاهده کردیم سایر ارزها نظیر ین که مربوط به ژاپن هست، پوند که مربوط به انگلیس هست و یوان نیز سهم قابل توجهی دارن. نکته بسیار مهم اهمیت ارز دلار آمریکاست که همونطور که مشاهده میکنیم
60% از مجموع ذخایر ارزی جهان و بیش از 80% معاملات بین المللی با دلار انجام میشه. و نکته بعدی این که حتی کشورهایی که یورو یا ارزهای دیگه استفاده میکنن هم در تجارت به دلار وابستن. از این اسلاید به صورت خلاصه میتونیم این برداشت رو کنیم که ارز دلار آمریکا توی سطح جهانی بسیار بسیار اهمیت داره و باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. بنابراین ما در ادامه ویدیو گزارشات و داده هایی که طی هفته قبل منتشر شده و در هفته آینده منتشر میشه و تاثیرگذار هست بر ارز دلار رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم. تو این بخش گفتیم که گزارشاتی رو میخوایم خدمت شما، گزارشات اقتصادی رو خدمت شما ارائه کنیم که هفته پیش منتشر شده و هفته آینده منتشر خواهد شد. اما آیا این گزارشات از اهمیت و اهمیت یکسانی برخوردار هستند؟ نه. بعضی از این گزارشات اهمیت بسیار بالایی دارن، اما یه سری از گزارشات هم هستن که اهمیت کمتری دارن. ما توی این جدول خدمت شما گزارشات رو به ترتیب درجه اهمیت و رنگشون آوردیم که بیشتر بتونید دید پیدا کنید. همونجور که مشاهده میشه گزارشات با رنگ خاکستری اهمیت خیلی کمی دارن، گزارشات با رنگ زرد اهمیتشون کمه، گزارشات با رنگ نارنجی اهمیتشون زیادتره و گزارشات با رنگ قرمز خیلی خیلی اهمیت دارن و مهم محسوب میشن و تأثیر بسیار بالایی تقریبا بر تمامی متغیرهای جهان، متغیرهای اقتصادی جهان دارن. بریم کم کم شروع کنیم گزارشاتی که هفته قبل منتشر شده رو با هم مروری داشته باشیم و خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. قبل از اون من یه توضیح کوتاهی بدم در مورد یک کمیته توی آمریکا به نام Federal Open Market Committee یا FOMC یا کمیته بازار آزاد فدرال. این کمیته متشکل از چندین عضو هستش که این اعضا هر چند وقت یه بار دور هم جمع میشن و تصمیمات اقتصادی میگیرن. این کمیته توی آمریکا وظیفه تعیین سیاست پولی رو توی آمریکا داره و تعیین نرخ بهره کوتاه مدت. از وظایف این کمیته تعیین نرخ بهره کوتاه مدت هستش، کنترل عرضه پول و نقدینگی هستش و همچنین یکی از مهمترین وظایف این کمیته مدیریت تورم و رشد اقتصادی هستش. یه سری گزارش همیشه منتشر میشه که طی این گزارشات نشون داده میشه که اعضای این کمیته جلسات مختلفی رو برگزار میکنن، چون قبل از اون برگزاری جلسه اصلی که تصمیمات تعیین نرخ بهره گرفته میشه، هر کدوم از این اعضای کمیته طی جلسات و حالا نشست‌های اقتصادی عملاً میشه گفتش که اون نظرات خودشون رو در مورد اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصاد کلان و حالا سایر متغیرهای مهم و تاثیرگذار نظراتشون رو توی اون جلسات اصطلاحاً ارائه میکنن و یه جورایی با برگزاری نشست‌های مختلف و ارائه سخنرانی‌ها بازارهای جهانی و به خصوص بازار آمریکا رو بر اساس حالا اون تحلیل‌های اقتصادی که داشتن و اون نظرات اقتصادیشون هدایت میکنن و توی این جلسات عملاً میشه گفتش که با پیگیری این جلساتی که این اعضا قبل از اون نشست اصلی انجام میدن، ما میتونیم دریافت کنیم که آیا توی تصمیم تو جلسه اصلی اعضا چه تصمیمی خواهند گرفت، که توی گزارشات تحت عنوان حالا FOMC Member Speaks یا سخنرانی اعضای FOMC منتشر میشه. حالا توی هفته گذشته این اعضا جلسات متعددی داشتن و ما با بررسی نشست هایی که داشتن و حالا
سخنرانی هایی که داشتن به نتایج مختلفی از این دست رسیدیم. اغلب این اعضا در حال حاضر بسیار محتاط هستند در خصوص نرخ بهره و تمایل بسیار شدیدی دارند به این سمت که کاهش سریع نرخ بهره انجام نشه. و یکی از مهمترین نکاتی که ذکر کردن اینه که شرایط بازار الان به این شکله که نرخ تورم هنوز با اون تورم هدف یا اصطلاحاً اینفلیشن تارگتی که وجود داره که 2% فدرال رزرو تا قبل از این تعیین کرده، هنوز بازار با اون نرخ فاصله داره و باید با احتیاط برخورد کرد و توی نشست اغلب این اعضا مطرح شده که خیلی نباید عجله کرد توی کاهش نرخ بهره. نکته دیگه ای که گفته شده اینه که نرخ بیکاری افزایش داشته، بازار کار و اشتغال شاید خیلی مناسب نباشه، اما خب خطرات تورمی و افزایش نرخ تورم بیشتر از خطرات بیکاریه و خب همین باعث میشه که فدرال رزرو توی کاهش نرخ بهره عجله نکنه. با برگزاری این نشست ها و ارائه نظرات این اعضا بازارها به سرعت تصمیم گرفتن. شاخص دلار و خود دلار تقویت شد طی روزها و هفته‌های حالا 1-2 هفته اخیر و همین باعث شد که روی بازارهای جهانی تأثیر زیادی گذاشته بشه. همونطور که دیدیم بازار رمزارز کاهش زیادی داشت و حالا سایر بازارها طلا دیدیم که نتونست رشدش رو ادامه بده و حتی یه مقدار ریزش هم داشت و تو محدوده $4000 اونس متوقف شد. پس همیشه نکته‌ای که وجود داره اینه که نشست این اعضا رو باید پیگیری کرد و باید پیگیری کرد که دیدگاهشون در مورد کلیت اقتصاد چیه. ما توی جدول صرفاً هر کدوم از این نشست ها رو به صورت جزئیات آوردیم، ولی میگم چون همش رو بررسی کردیم و خدمت شما الان ارائه کردیم دیگه الان جز به جز همه این نشست ها رو حالا دیدگاه هایی که سخنرانی هایی که مطرح شده رو خدمت شما نمیگیم. بریم داده ها و اطلاعات دیگر رو بررسی کنیم. هفته قبل داده ای که منتشر شده کلیولند فد اینفلیشن اکسپکتیشن بوده که این داده رو فدرال رزرو نیویورک منتشر میکنه و انتظارات تورمی حالا کلیت اقتصاد آمریکا رو نشون میده که بازار کلاً چه انتظاری از تورم آینده توی کوتاه مدت برای اقتصاد متصوره. همونجور که مشاهده میشه مقدار واقعی منتشر شده توی هفته گذشته 3.3% بوده که مقدار قبلی 3.5% بوده و همین نشون میده که یه مقدار انتظارات تورمی بازار کاهش پیدا کرده. این بازار انتظار داره که تورم آمریکا کاهش پیدا کنه، اما همونطور که میبینیم علیرغم کاهش نسبت به داده قبل بازم هنوز عدد بالاییه و هنوز با اون هدف 2% فاصله زیادی داره. داده دیگه که منتشر شده داده NFIB Small Business Index هستش. این داده در کل حال و هوای کسب و کارهای کوچیک توی آمریکا رو منتشر میکنه و اندازه گیری میکنه. داده ای که منتشر شده مقدار واقعیش 98.2، پیش بینی 98.5 بوده و مقدار قبلی 98.8 بوده. خب این داده همونطور که مشاهده میشه کاهش داشته، هم نسبت به پیش بینی هم نسبت به مقدار قبلیش کاهش داشته و نشون میده که حالا شاید حال و هوای کسب و کارهای کوچیک توی آمریکا خیلی مناسب نباشه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره نسبت به تغییرات میانگین تاریخیش هستش که میانگین تاریخی این داده در حدود 100 بوده که فاصلش
از 100 یعنی اگه بیشتر از 100 باشه خوشبینی نسبت به میانگین و اگه کمتر از 100 باشه بدبینی نسبت به میانگین رو نشون میده که ما میبینیم که زیر 100 گزارش شده. حالا گزارش بعدی که بانک هالیدی هستش و گفتیم رنگ خاکستری کم اهمیت تره، تعطیلات بانکی بوده که اینجا توی 11 نوامبر گزارش شده. خب گزارش های بعدی که خب گفتیم FOMC ممبرها اومدن سخنرانی های مختلفی انجام دادن. گزارش بعدی 10-year bond auction یا بیشترین نرخ مزایده اوراق دولتی آمریکا با سررسید 10 ساله هستش. همونطور که مشاهده میکنید 4.7% بوده که نسبت به رقم قبلی که 4.12% بوده کاهش داشته. اما یه نکته در مورد بیشترین نرخ اوراق قرض آمریکا وجود داره که کاهش یا افزایشش به خودی خود و در کل نمیتونیم بگیم که آیا برای ارز دلار خوب هست یا نه. این متغیر خیلی بستگی به سیاست‌های کلی پولی و مالی و حالا در کل عوامل مختلف داره. اینجا شما یه عدد دیگه هم دارید مشاهده میکنید توی این هفته 2.5 و توی هفته گذشته 2.4 و هفته گذشته 2.5 هستش. حالا این نسبت چیه؟ این نسبت کل تقاضای انجام شده برای این اوراق به کل عرضه اوراق هستش و به صورت تاریخی اگه این نسبت بالای 2 باشه یعنی تقاضا برای اوراق خوبه و اگه پایین 2 باشه یعنی تقاضا خوب نیست که خب حالا مشاهده میکنیم که علیرغم کاهش نرخ ولی تقاضا روی اوراق بد نبود. گزارش بعدی گزارش API Weekly Statistical Bulletin هستش. API مخفف American Petroleum Institute یا مؤسسه نفت و پتروشیمی آمریکا هستش. تو این گزارش شما یه سری آمار و اطلاعات در مورد تولید و موجودی نفت و به صورت کلی محصولات نفتی و سوخت و اینها میتونید مشاهده کنید که خب برای بازار نفت اهمیت بالایی داره و به نظرم اون دوستانی که توی این بازار فعال هستن این گزارش رو مطالعه کنن میتونه مناسب باشه. خب گزارش بعدی که ما میخوایم در خصوصش صحبت کنیم کرود اویل اینونتوریز یا موجودی نفت خام هستش. این گزارش و داده اقتصادی اهمیت خیلی زیادی برای قیمت نفت داره و پیشنهاد میکنم که اون دوستانی که توی بازار نفت حالا محصولات پتروشیمی و اینا فعالیت دارن حتما پیگیری کنن. اگر که مقدار واقعی این داده از مقدار پیشبینی بیشتر باشه نشون میده که موجودی نفت بیشتر شده، یعنی که احتمالاً تقاضا از عرضه بیشتر شده و این باعث میشه که قیمت نفت کاهش پیدا کنه. همچنین در صورتی که این داده یعنی مقدار واقعیش از مقدار پیشبینی کمتر باشه این نشون میده که احتمالاً تقاضا برای نفت زیاد بوده که باعث شده موجودی کاهش پیدا کنه و این باعث میشه که قیمت نفت افزایش پیدا کنه. بنابراین متغیر مهمیه که توی بازار نفت تاثیر داره. اما من میخوام از بعد دیگه‌ای تأثیرش رو روی روی ارزش دلار و ایندکس دلار صحبت کنیم. چرا؟ چون اول جلسه گفتیم که ایندکس دلار اهمیت بالایی داره و همه بازارهای مالی و دارایی‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. در صورتی که این متغیر نسبت به پیشبینی یعنی موجودی نفت خام کاهش داشته باشه نشون میده که تقاضای نفت بالاست. این خودش نشون دهنده ای از تقویت اقتصاد آمریکا هستش و بالعکس اگر که این نسبت به پیش بینی افزایش داشته باشه این نشون میده که تقاضای نفت کاهش داشته و این ضعفیه برای اقتصاد. بنابراین در حالتهای مختلف یعنی افزایش مقدار واقعی نسبت به پیش بینی باعث کاهش ارزش دلار میشه. چرا؟ چون گفتیم تضعیف اقتصادی رو در پی داره و همچنین کاهش این مقدار نسبت به پیش بینی باعث تقویت ارز دلار میشه. چرا؟ برای اینکه تقویت اقتصاد رو در پی این داده شاهدش هستیم. گزارش بعدی که ما تو اینجا آوردیم 30-year bond auction یا
بیشترین نرخ اوراق قرض دولتی آمریکا با سررسید 30 ساله هستش. ما شبیه این گزارش رو بالاتر داشتیم. اوراق قرض 10 ساله آمریکا بود که دقیقاً مشابه همون تأثیر رو روی ارزش دلار داره، یعنی گفتیم که خیلی مشخص نیست این متغیرها. نرخ اوراق قرض دولتی و بسته به سیاست پولی میتونه نتایج مختلفی داشته باشه، ولی خب رفتارش دقیقاً مثل رفتار اوراق 10 ساله بوده. همونجور که مشاهده میشه نرخش نسبت به مقدار قبلی کمتر شده و همچنین تقاضاش هم نسبت به داده قبلی کمتر شده. خب گزارش بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مورتگیج دیلینکوئنسیز هستش. این متغیر و گزارش اقتصادی درصد وام های مسکن که پرداخت قسط اونها نسبت به سررسیدشون دیرکرد داشته نشون میده. همونجور که مشاهده میکنید مقدار واقعی 3.99 درصد بوده که مقدار قبلی 3.93 درصد هستش. حالا یعنی چی؟ این گفتم درصد وام هایی رو نشون میده که عملا پرداخت قسطشون عقب افتاده، دیرکرد داشته. دو نوع دیرکردم تو این داده اقتصادی حساب میشه: دیرکرد کمتر از 3 ماه یا 90 روز و دیرکرد بالای 3 ماه یا بالای 90 روز. این متغیر اقتصادی مهمی هستش. چرا؟ برای اینکه عملاً این متغیر سلامت بازار مسکن رو نشون میده و همچنین توانایی بازپرداخت وامگیرندگان توی حوزه مسکن رو نشون میده و همچنین ابزار خیلی مناسب و ابزار خیلی قوی برای سیاستگزار پولی و همچنین بانک ها برای اندازه‌گیری ریسک بازارها و همچنین توان مالی خانوارها هستش. چرا؟ برای اینکه این دقیقاً نشون میده که اونایی که وام مسکن گرفتن توی بازپرداختشون چقدر دیرکرد داشتن. عملاً داره در مورد قوی بودن یا ضعیف بودن بازار مسکن صحبت میکنه و آلارمیه به سیاستگزار که وضعیت مالی خانوارها چجوری هستش. این متغیر هم اگر نسبت به حالا مقدار پیشینش یا مقدار پیش بینی شده افزایش داشته باشه ریسکیه برای اقتصاد، بنابراین باعث تضعیف دلار میشه و اگه کاهش داشته باشه نشون میده که دلار و اقتصاد تقویت شده. متغیر بعدی و گزارش بعدی که میخوایم صحبت کنیم نشرال گس استوریج هستش یا ذخیره گاز طبیعی هستش که حجم گاز طبیعی ذخیره شده توی مخازن زیرزمینی توی هفته گذشته رو به فوت مکعب نشون میده. شبیه همین داده رو بالاتر داشتیم کرود اویل اینونتوریز یا موجودی ذخایر نفت و همین هم دقیقاً مثل نفت عمل میکنه و کاهش و افزایشش دقیقاً همون تأثیری رو داره که توی داده نفت توضیح دادیم. خب توی اسلاید قبلی گزارشات و داده هایی که مربوط به هفته گذشته بود صحبت کردیم. توی این اسلاید میخوایم گزارشاتی که هفته آینده منتشر میشه رو در مورد صحبت کنیم و ببینیم که چه تأثیر روی اقتصاد آمریکا و ارزش دلار میتونه داشته باشه. گزارش اول Empire State Manufacturing Index یا شاخص تولید وضعیت شاخص تولید امپایر مربوط میشه به وضعیت تولید ایالت نیویورک و این داده هم توسط بانک فدرال نیویورک منتشر میشه و در کل وضعیت تولید این ایالت رو منتشر میکنه و با توجه به اینکه اقتصاد نیویورک توی کل اقتصاد آمریکا سهم بالایی داره و اهمیت بالایی داره، وضعیت مناسب یا وضعیت بد این داده میتونه تأثیر خیلی زیادی روی کلیت اقتصاد آمریکا داشته باشه. اگه مقدار اکچوال بیشتر از فورکست باشه تقویت اقتصاد آمریکا و در نتیجه ارز دلار هست و اگه مقدار واقعی از مقدار پیش بینی کمتر باشه باعث ضعف ارز دلار هست. خب از این گزارشات FOMC ممبر اسپیکس ها میگذریم.
گزارش بعدی مربوط میشه به construction spending یا هزینه‌های میانگین، هزینه‌های البته تغییرات هزینه‌های ساخت و ساز توی آمریکا که خب این داده هم بسیار اهمیت بالایی داره. بازم مربوط میشه به بازار مسکن آمریکا. اگر که هزینه ها افزایش داشته باشه میتونه نشون بده که یکی از متغیرهای مهم اقتصاد آمریکا یعنی مسکن افزایش هزینه داشته، پس میتونه منجر به افزایش تورم تو آمریکا باشه. اگر افزایش تورم داشته باشیم احتمالاً برای کنترلش سیاستگزار پولی ممکنه نرخ بهره رو ببره بالا، پس این باعث تقویت ارزش دلار میشه. توی گزارش بعدی فدرال باجت بالانس رو داریم که خب این متغیر مربوط میشه به عملاً یه جورایی تفاوت درآمدها و هزینه‌های دولت فدرال هستش که عملاً اگه این متغیر مثبت باشه نشون میده که دولت فدرال مازاد بودجه داره و اگه این منفی باشه نشون میده که دولت فدرال کسری بودجه داره. خب قاعدتاً منطقی اگه این مقدار مثبت باشه باعث تقویت اقتصاد آمریکا و باعث تقویت ارز دلار میشه و اگه کاهش داشته باشه یعنی منفی باشه و کسری بودجه باشه باعث تضعیف ایندکس دلار میشه. بازم تاکید میکنم ما ایندکس دلار رو به خاطر این میگیم برای اینکه افزایش ایندکس دلار تأثیر بسیار بالایی روی دارایی‌های جهان داره، باعث تضعیف دارایی‌های دیگه میشه و بالعکس کاهش ایندکس دلار و ارزش دلار باعث افزایش کلیه دارایی‌های دیگه توی جهان میشه. خب متغیر بعدی مربوط میشه به ایمپورت پرایسز یا قیمت‌های واردات. این متغیر تغییرات ماهانه قیمت واردات به کشور رو توی آمریکا نشون میده. خب قاعدتاً اگر که قیمت‌ها افزایشی باشه نشون میده که تقاضا برای کالاها زیاده، باعث تورم میشه و این دوباره نشون میده که اقتصاد قویه و باعث تقویت ارز دلار میشه و خب بالعکس اگر که کاهشی باشه باعث تضعیف ایندکس دلار میشه. متغیر بعدی capacity utilization rate یا نرخ استفاده ظرفیت هستش. این متغیر عملا نشون میده که چه درصدی از ظرفیت اسمی تولید آمریکا داره استفاده میشه. در اصل این نرخ داره نسبت تولید فعلی به ظرفیت کل تولید رو نشون میده و باز هم این متغیر اگر که افزایشی باشه نشون میده که داره از ظرفیت بالا یعنی درصد بالایی از ظرفیت داره استفاده میشه، یعنی اینکه اقتصاد قوی هست، تولید قوی هست و این باز نتیجهش اینه که ارز دلار تقویت میشه و بالعکس. متغیر بعدی اینداستریال پروداکشن هستش که تغییرات ماهانه در حجم تولید صنعتی آمریکا رو نشون میده. این متغیر بسیار مهمی هستش توی بررسی چرخه های تولید توی آمریکا و حالا وضعیت کلی سلامت تولید توی آمریکا و احتمالاً فشارهای تورمی. باز اگر که در کل افزایشی باشه باعث تقویت اقتصاد و در نتیجه تقویت ارزش دلار میشه. گزارش بعدی فکتوری اوردرز هستش یا همون سفارشات کارخانه‌ای. این متغیر تغییرات ماهانه در ارزش سفارشات جدید کارخانه ها رو نشون میده. باز هم این متغیر در صورتی که افزایشی باشه نشون میده کارخونه ها دارن سفارشات جدید میگیرن، افزایش سفارش داشتن، پس اقتصاد قویه، پس باعث تقویت ارز دلار میشه و بالعکس در صورت کاهشی. متغیر بعدی NAHB Housing Market Index هستش که NAHB مخفف National Association of Home Builders هستش. این متغیر در کل شاخص اعتماد سازندگان خانه های تک خانواده‌ای رو توی آمریکا نشون میده و این شاخص در کل چیزایی که در نظر میگیره شرایط فعلی، یعنی از دید سازندگان خانه های تک خانواده‌ای شرایط فعلی فروش، شرایط فروش 6 ماه آینده و خریداران
بالقوه رو نشون میده و خب در صورتی که افزایشی باشه نکته مثبتیه برای اقتصاد، باعث تقویت ارز دلار میشه و بالعکس. گزارش بعدی مربوط میشه به TIC Long Term Purchases. این گزارش خالص خرید اوراق قرضه و دارایی‌های بلند مدت آمریکایی توسط سرمایه‌گذاران خارجی رو نشون میده. این داده بسیار مهمیه و نشون میده که اقتصاد آمریکا چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابه و چقدر سرمایه‌گذاران خارجی به صورت خالص سرمایه‌گذاری کردن توی دارایی‌های آمریکایی. بنابراین افزایش این مقدار واقعی گزارش نسبت به پیش‌بینی‌ها یا نسبت به مقدار قبلیش باعث تقویت اقتصاد و در نتیجه تقویت ارز دلار میشه. توی گزارش بعدی که هفته آینده منتشر میشه API Weekly Statistical Bulletin رو داریم که این رو بررسی کردیم ماهیتش رو و حالا منتظریم که داده منتشر شه. توی داده بعدی بیلدینگ پرمیتس رو داریم که مربوط میشه به مجوزهای ساخت و ساز، باز هم مربوط میشه به بازار مسکن و افزایشش باعث تقویت اقتصاد کلان و در نتیجه ارز دلار میشه. گزارش بعدی مربوط میشه به هاوزینگ استارتس یا شروع ساخت و سازهای خانه‌های تک خانواره‌ای و چند خانواره‌ای مربوط میشه که به صورت هفته‌ای منتشر میشه و خب در صورتی که افزایش داشته باشه نشون میده بازار مسکن قویه، ساخت و سازها مناسبه، تقویت اقتصاد کلان و در نتیجه تقویت ارز دلار رو در پی داره. گزارش بعدی کرود اویل اینونتوریز هستش یا موجودی های نفت خام که در موردش صحبت کردیم و باید ببینیم هفته آینده چه دیتایی منتشر میشه. خب از FOMC ممبر اسپیکس ها که بگذریم، گزارش بعدی مربوط میشه به average hourly earnings که به صورت ماهانه منتشر میشه و این گزارش نشون میده که در کل کارگران بخش غیر کشاورزی آمریکا به صورت ماهانه چه تغییراتی توی دستمزد داشتن. آیا دستمزدشون کاهش داشته، افزایش داشته و یا مثلا ثابت بوده. من یه مقدار میخوام در مورد این توضیح بدم که چه تأثیری داره روی اقتصاد کلان. خب قاعدتاً یکی از موارد مصرف توی اقتصاد اینه که کارمندان یا کارگران توی هر کشوری آیا دستمزدشون بالا بره یا نه. اگه دستمزد بالا بره، این افزایش دستمزد منجر میشه به تقاضای بیشتر رشد اقتصادی رو در پی داره و رشد اقتصادی هم در کل اقتصاد کلان رو تقویت میکنه. بنابراین افزایش این متغیر میتونه ارز دلار رو تقویت کنه. گزارش بعدی مربوط میشه به نان فارم ایمپلویمنت چینج یا تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا و نشون میده که تعداد اشتغال توی هفته گذشته به چه شکل بوده. همونطور که در مورد میانگین درآمد ساعتی صحبت کردیم، یعنی متغیر قبلی، این متغیر هم نشون میده که در صورتی که افزایش ما داشته باشیم اشتغال بیشتر شده، تعداد افرادی که شغل به دست آوردن بیشتر شده، بنابراین میتونه مصرفشون افزایش پیدا کنه و این باعث تقویت اقتصاد و تقویت ارز دلار میشه. متغیر بعدی unemployment rate هستش که نرخ بیکاری هستش. من این مقدار در مورد این نرخ براتون توضیح بدم. در کل نرخ بیکاری به نسبت جویندگان کار که به صورت فعالانه دنبال کار هستن اما شغلی پیدا نکردن نسبت به کل نیروی کار رو نشون میده که حالا بهش میگیم همون نرخ بیکاری. این هم دوباره مثل دو متغیر قبلی مربوط میشه به بازار کار و اشتغال و اگر که نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه باعث نشون میده که تعداد افراد بیشتری کار پیدا کردن و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و همین باعث تقویت اقتصاد و
تقویت دلار میشه و بالعکس اگه نرخ بیکاری افزایش پیدا کنه باعث میشه که اقتصاد ضعیف بشه و به تبع ارزش دلار پایین بیاد. ما ابتدای جلسه من این نکته رو بگم، گفتیم که گزارشات رنگ‌های مختلفی دارن و یعنی رنگ قرمز از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره و یه جورایی میشه گفتش که گزارشاتی که رنگ قرمز دارن عملاً گزارشاتی هستن که روی تصمیمات فدرال رزرو، روی تصمیمات اعضای فد تاثیر بسیار بالایی دارن و عملاً سیاست پولی اونها رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن. ما تا اینجا دیدیم که این سه متغیر رنگ قرمز داره و اهمیت بالایی داره و همین باعث میشه که نرخ بهره توسط فدرال رزرو تأثیر بگیره و کاهش یا افزایششون باعث تغییرات نرخ بهره بشه. بنابراین پیگیری روند تغییرات این متغیرها اهمیت بسیار بالایی داره که ما حالا انشالله توی این سرمایه حتما خدمت شما عزیزان سعی میکنیم که به روز رسانی کنیم و این اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم. گزارش بعدی مربوط میشه به فیلی فد مانیفکتورینگ ایندکس یا شاخص تولید فیلی که حالا مربوط میشه به ایالت فیلادلفیا که توسط همین ایالت هم منتشر میشه و اهمیت بالایی روی کلیت اقتصاد آمریکا داره. شاخص تولید این ایالت رو نشون میده و اگه مناسب باشه تقویت اقتصاد و تقویت ارز رو در پی داره. گزارش بعدی unemployment claim هستش که یه جورایی تقاضای بیمه بیکاری هستش. این متغیر تعداد افرادی که طی هفته گذشته برای اولین بار درخواست بیمه بیکاری کردن رو نشون میده که خب دوباره مثل متغیرهایی که به حوزه اشتغال ربط داشت دیدیم که اگه این تقاضای بیمه کاهش پیدا کنه نشون میده که بیکاری کاهش پیدا کرده، پس تقویت ایندکس دلار رو داره چون تقویت اقتصاد رو داشته و بالعکس اگه تعداد افرادی که تقاضای بیمه بیکاری برای اولین بار دارن افزایش پیدا کنه نشون میده آدم‌های بیشتری بیکار شدن، تقاضای کل کم میشه، تضعیف اقتصاد و تضعیف ارز دلار رو نتیجه داره. گزارش بعدی existing home sales هستش که باز این متغیر مربوط میشه به بازار مسکن. این متغیر مربوط میشه به فروش خانه های موجود. خانه های موجود منظور خانه هایی که نوساز نیستن، حالا چند سال ساختن و این هم افزایشش باعث تقویت اقتصاد و در کل تقویت ارز میشه. متغیر بعدی CB لیدینگ ایندکس هستش که یه شاخص ترکیبیه که از 10 شاخص پیشرو یا لیدینگ ایندیکیتورز توی آمریکا تشکیل شده و یه متغیری که بسیار اهمیت داره برای اقتصاد آمریکا و نوساناتش جالب توجه. متغیر بعدی نچرال گس استوریج هستش که خب توضیح داده بودیم تو اسلایدهای قبلی و تاثیراتش رو حالا منتظریم گزارش جدید منتشر بشه. خب به طور خلاصه این صحبت‌های اعضای فدرال رزرو رو توضیح داده بودیم، از این گزارشات رد میشیم. میرسیم به 2 تا متغیر و گزارشی که اینجا با رنگ قرمز هست و نشون میده که اهمیت بسیار زیادی داره و اون گزارش فلش مانیفکتورینگ PMI هستش یا شاخص مدیران خرید بخش تولید هستش. این متغیر در صورتی که از عدد 50 افزایش پیدا کنه و بگذره اتفاق خوبی برای اقتصاد کلان هستش و تاثیر مثبت روی ارز دلار داره و بالعکس اگر که به سمت پایین عدد 50 رو بشکنه و کاهش داشته باشه پایین‌تر از 50 اتفاق بدی برای اقتصاد و حتی ممکنه ادامه دار بودن این قضیه یعنی کاهش زیر 50 باعث رکود اقتصادی بشه. اهمیت بالایی هم داره با رنگ قرمز مشخص شد. گزارش بعدی فلش سرویسز PMI هستش یا شاخص مدیران خرید بخش سرویس توی آمریکا که این هم دقیقاً همون کاهش از عدد 50 یا افزایش به سمت بالا نسبت به عدد 50 براش مهمه. و یه نکته‌ای هم که در مورد شاخص فلش سرویسز PMI هستش اینه که چون اقتصاد آمریکا یه اقتصاد عملاً سرویس
بیس یا سرویس محوره اهمیت بسیار بالایی توی اقتصاد داره. شاخص بعدی شاخص Revised UOM Consumer Sentiment هستش. این یه شاخص اصلاح شده توسط دانشگاه میشیگان هست منتشر میشه. در کل اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی رو اندازه میگیره و در کل دیدگاه اونها نسبت به کلیت اقتصاد، درآمدشون، خرج کردنشون رو منتشر میکنه و خب قاعدتاً افزایشش میتونه برای اقتصاد خوب باشه و باعث تقویت ارز دلار بشه. و شاخص آخر و گزارش آخر هم Revised University of Michigan Inflation Expectations هستش که این شاخص هم انتظارات تورمی کوتاه مدت مصرف کنندگان آمریکایی رو اندازه گیری میکنه و خب قاعدتاً افزایشش یعنی اینکه افزایش تورم وجود داشته، یعنی تقاضا خوب بوده که تورم زیاد شده و در صورتی که افزایش داشته باشه برای کلیت اقتصاد خوبه و شاخص دلار رو تقویت خواهد کرد. سپاس از حسن توجه شما. گزارش بنده به پایان رسید. ما سعی میکنیم که توی مبین سرمایه این گزارشات و داده ها رو به صورت مرتب خدمت شما عزیزان ارائه کنیم تا دیدگاه نسبتاً خوبی بتونید در مورد شرایط اقتصاد کلان و بازارهای جهانی به دست بیارید. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.